دوستان اینجا اکسیر پروی داریم که دوربین هستش خراب شده و مشتری آورده که تعویضش کنیم. تو این دستگاه اگه شما بخواید دوربین عوض شه باید دوربین رو کالیبره کنید تا دستگاهتون دوربینش بالا بیاد. برای این کار میریم تو تنظیمات، قسمت درباره تلفن، پایین میایم اسکرول میکنیم تمام مشخصات، دوباره اسکرول میکنیم پایینتر، نسخه اصلی رو چند بار روش میزنیم تا منوی CIT بالا بیاد. اگر توجه کرده باشین این دستگاه 5 تا دوربین داره که باید هر 5 تا رو اول اینجا تو این منو تست سلامت بگیرین و بعد از اینکه تستتون تموم شد 3 نقطه بالا رو میزنیم Additional Tools، کامرا کالیبریشن تست رو انتخاب میکنیم، اینجا تنظیم میکنیم و یه عکس از این صفحه شطرنجی میگیریم و کالیبریشن رو میزنیم پس و تمام. بعد از اتمام کار دستگاه رو ریستارت میکنیم، منتظر بمونیم که دستگاه بیاد بالا. دستگاه بعد از اینکه بالا اومد وارد قسمت دوربین دستگاه میشیم، همونجور که میبینید